یه موضوع خیلی جالبی هست میخوام در موردش صحبت کنم به اسم ایدئالگرایی. خیلی وقتا باعث میشه ما شروع نکنیم خیلی از فعالیتی که دلمون میخواد، خیلی از برنامه‌ای که تو ذهنمون هست و میخوایم اجرایی کنیم، جلوی ما رو از پیشرفت کردن، از شکوفا شدن میگیره و این شاید بدترین چیزی که ممکن اتفاق بیفته واسه ما، واسه همه ما. ایدئالگرا بودن مثل اینه که یه تصویر خیلی بزرگی از خودت داری، ولی توی واقعیت اینطوری نیست. توی واقعیت هممون خیلی در ابتدا محدودیم، خیلی ضعیفیم. نیازه که پله پله رشد بکنیم، پله پله اهدافو بچینیم و بریم جلوتر و به اون بت ایدئالی که تو ذهنمون هست برسیم، اون شخص ایدئالی که میخوایم تبدیل بشیم برسیم. ولی این زمان میبره، مرحله مرحله احتیاجه که لول به لول خودمون رو گسترش بدیم، روی جزء به جزء زندگیمون کار بکنیم، روی جزء به جزء شخصیتمون کار بکنیم تا به اون حد برسیم، تا به اون لول برسیم، تا به اون جایگاه برسیم. این ایدئالگرایی باعث میشه آدم میترسه شروع بکنه. حالا هر هدفی که باشه، اون ابتدا، اون قدم اول رو میترسه برداره. شاید هزار تا دلیل پشتش باشه، ولی این ایدئالگرا بودن یکی از دلایل شاخصشه. طرف میترسه یک تصویری از خودش ساخته، تصویر بزرگی، میگه من اول باید اون باشم و بتونم شروع بکنم. ولی برای اون شدن اول باید شروع بکنی، از پله اول، از قدم اول، از پلن اول. پیش خودم میگم چیکار بکنی ایدئالگرا بودنه توی زندگیمون کم رنگ‌تر بشه، کمتر ما رو بترسونه، کمتر جلوی ما رو بگیره. مثال قشنگش همین دوربینی که جلو منه، دوربین سلفی گوشیمه و اینم خونه است و هیچ چیز خاصی توش وجود نداره. یعنی اینایی که استودیو یوتیوب دارن، خیلی حرفه‌ای کار کنن، دوربین حرفه‌ای، میکروفون حرفه‌ای، فضای حرفه‌ای، نه. من قبلا اینطوری فکر می‌کردم میخوام شروع بکنم باید این چیزا باشه تا بتونم سریع پیشرفت کنم، ولی اصلا اینجوری نیست. اینقدر باید تولید کرد، بازخورد گرفت تا لول به لول ایده‌ای جدید بیاد. آنچنان اهمیتی نمیدم که خیلی کیفیت خاصی نداره ویدیو، خیلی اون فضایی که دارم توش ویدیو میگیرم خیلی حرفه‌ای نیست. نه، این قضیه رو باید قبول بکنم. نه من، هممون باید این قضیه رو قبول بکنیم که خط به خط باید بریم جلو. خیلی وقتا می‌بینی استعداد زیادی داره توی رشته، ولی این ایدئالگرا بودن باعث میشه که تو هیچ وقت پیشرفت نکنی، حتی اصلا شروعش نکنی. مثلا طرف فوتبالیسته و میترسه از این که وارد زمین بشه، در صورتی که میدونه استعداد خوبی داره ولی میترسه. طرف استعداد هنری داره و میتونه مثلا نویسنده خوب بشه، طراح خوبی بشه، آهنگساز خوبی بشه، ولی میترسه که استارت بزنه، چون اون فضا، اون تصویر ایدئالی که توی ذهنشه از اون یه هیولای بزرگ ساخته که جلوشو میگیره. در حقیقت هیولای واقعی خود ماییم که جلوی خودمون رو میگیریم. اون ایدئالگرا بودن رو خودمون تو ذهنمون داریم میسازیم. من نمیدونم دقیقاً اون ترسه باعث میشه ایدئالگرا باشیم یا ایدئالگرا بودن باعث میشه که اینقدر بترسیم. مهم اینه که شروع بکنیم. ببین رفیق، اگر میخوای نویسنده بشی از امروز شروع کن به نوشتن. اگر میخوای نقاش بشی از امروز شروع کن به نقاشی کردن. خواننده بشی از امروز شروع کن به خوندن. اگر میخوای ورزشکار بشی، هر ورزشی که هست از همین امروز استارتشو بزن، شروع بکن. اون ایدئالگرا بودن رو بذار کنار. با خودت فکر نمی‌کنی که تا کی قرار این کار رو انجام بدی، تا کی قراره که بترسی، تا کی قراره که اون ایدئالگرا بودنه خیر تو بچسبه. بیایم با خودمون رو راست باشیم. در حقیقت ما محکومیم به پیشرفت کردن. هر راهکاری که تو ذهنت هست فکر میکنی برای رفع این ایدئالگرا بودنه کمک میکنه، توی کامنت ها بنویس، هم من استفاده بکنم، هم کسایی که این کامنت ها رو میخونن. من باز هم ویدیو درست بکنم از همین کامنت هایی که شما گذاشتین و در موردش صحبت بکنیم که دوستانمون و کسایی که این ویدیو رو میبینن و ویدیوهای بعدی رو میبینن هم یاد بگیرن، پیشرفت بکنن، شروع بکنن.